در کالج طبی شهر خوجند به نام یوسفخان اسحاقی کنفرانس علمی بخشیده به 63 سالگی فعالیت کاری آموزگار کافدرای استماتولوژی طبیب نامی انسانی شریف، اولین استماتولوژ در ولایت سوخت و مشاوری درمانگاه استماتولوژی ولایت سوخت ایشان خواجه محمودوف برگزار گردید. در کنفرانس معاون رئیسی شورای سابقه‌داران جنگ و مهنتی شهر خوجند احمد جان غازیف، رئیس اتفاق کذبه درمانگاه استماتولوژی ولایت سوخت خورشید قیوم و استادان و دانشجویان شرکت ورزیدند. بختاور پاچایف معاون سرور عاید به کارهای تربیتی کالج برآمد نموده مهرنامه راهبری کالج را عاید به 80 سالگی ایشان خواجه محمودوف به سمع حاضرین رساند. تاکید گردید که با عزم و اراده قوی و مسئولیت طبی ایشان خواجه محمودوف بعد ختم دانشگاه طبی شهر باکو به فعالیت کسبی شروع نمود و چون جوان تشبسکار میان همکاران معرفی گردید. فرصت نگذشته سال 1996 طبیب ایشان خواجه محمودوف را سر دکتری درمانگاه استماتولوژی ولایتی تعیین کردند. طولی بیش از 15 سال ایشان خواجه محمودوف سرطبیب درمانگاه استماتولوژی ولایت و در یک مورد سرستماتولوژ اداره تندرستی ولایت بود. در این سالها روزی تا 20 بیماران را قبول میکرد. دهها شاگردان را تربیت نموده برای خدمت به اهالی آماده کرد. در آموزشگاه طبی شهر خوجند از سال 1987 تا سال 1990 همچون آموزگار فعالیت برد. از سال 1990 تا سال 1994 جانشین دیرکتور عاید به کارهای تجربه آموزی و از سال 1994 تا سال 1996 دیرکتوری آموزشگاه طبی شهر خوجند فعالیت برد. مهارت تشکیلاتچی او را استادان آموزشگاه در هر لحظه احساس می‌کردند. سهم او در تشکیل کردن اتاق‌های کاری معلمان آموزشگاه و در نزد بیمارخانه‌ها گذرانیدن آزمون‌ها در روزهای عید خیلی کلان است. ایشان خواجه محمودوف در کارهای جمعیتی سطح ولایتی و شهر فعالانه اشتراک می‌نمود. در جریان کنفرانس همکاران، دوستان، نزدیکان و شاگردان و پیوندان ایشان خواجه محمودوف برآمد نموده درباره فعالیت عبرت بخش این طبیب حاذق اندیشه و خاطرات خویش را بیان داشتند. وفایش را بسر دارم، به هر جای سفر دارم، ندیدن بیش و هم کم را من از استاد آموختم. استاد محبت دل سرباز تمام، از لام و الف زلفی شکن در شکنام، از لام و الف زلفی شکن در شکنام. در انجام کنفرانس ایشان خواجه محمودوف از توجه دائمی و قدرشناسی سابقه‌داران به رهبریت دولت و حکومت مملکت عرض سپاس نمود.